چرا میکنیم؟ پیغمبر ما را می توصیه کرده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. کدام گفته؟ گفته که امام ابو حنیفه، گفته امام شافعی، گفته احمد ابن حنبل، گفته امام مالک، بگوی رحمت الله علیهم. گفته؟ نگفته کتاب الله و سنت رسول الله. بس اتحاد میآید مکمل فرقه واریت از بین میره. آلی خو یک مذهب چندین شاخ شده. این پنج پیریستی، دیوبندیستی، بریلویستی، این مودودیستی، او فلان است، فلان است. دیگه گپارا و در طریقا اگر رفتی و نه طریقا نقشبندی، سروردی و چشتی و سیفی و دیگه چی هست؟ شاذلی و مچم بدوی و این قدر است که در ترکیه بری، در مصر بری، دیگه حیران مانده که کدامش بروی، حیران میمانی. اما مردمی که در ژاپن مسلمان میشد که وقتی آمدن یکیش گفت شافعی شدی، گفت ما از همین فرقه واریت گریز داشتیم، ما را پس اینجا آورده. نه گفت بری پس بری خلاص میشیم. الله رحم میکنه. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را بالای شما. انصار یهود وقتی که دیدن که امی انصار سابق امی یهود دیده بودن که خیلی مابین خود سخت ضدیت داشتن، یکی دیگر را قتل میکردن، به نام جنگ بعاث 120 سال در بین خود قتل و قتال کردن، خونریزی. اما با آمدن پیغمبر علیه السلام و دین اسلام، انصار یکی با دیگه چی شدن؟ برادر شدن. یک یهودی تیر میشد وقتی حالت مسلمان ها را دید که بسیار با صمیمیت نشستن مجلس داره، بسیار زور داد شد، قسم خورد که یار دبین نپرتم ماندنیش نیستم. رفت تو طرف تو پس آمد امو مسائل سابقه را دبین انداخت. قریب بود که انصاریا دبین خود چی بکنه؟ زدنک شروع شد. پیغمبر علیه السلام تیر میشد. پس پیغمبر علیه السلام گفت دعوها فانها منتنه، بگذاری قوم پرستی را، این خیل پرستی را بگذاری که بدبوست. سر نعمت اسلام چی بکنیم؟ شکر بکشیم. امروز در پهنتون ما صرف سری دانشگاه و پهنتون جنگ روان است. جاده را به نام فلانی بنامی میانن، جماعت شوی. چی مفهوم داره این جاده؟ افتخارات الله میده یا تو میدی؟ به الله قسم که الله افتخار نده که کل دنیا برای تو افتخار بده، نیست. افتخار است. و کسی که برای الله جنگیده، جهاد کرده و هیچگاه مدح مردم طلبان نیست، عمل خود به الله سپرده. نزاهاست. پوهنتونا چندین روز معطل از درس میشه. منتنه است، منتنه. تنظیم پرستی، قوم پرستی، سم پرستی، جهت پرستی. به الله قسم در بین ملاهای ما وجود داره. ببینه از الله بترسی، نکنی همی گپاره، لسان سرش پای بگذاره، سمت سرش پای بگذاره، نکنی همی گپاره. به الله قسم تباه میکنه، برباد میکنه ما را. در دنیا خوبی از او تباه شدیم، آخرت ما تباه میشه. عالم باشی لیکن در اونجا الله بکشانته که تو همون عالم بودی که به سمت دعوت دادی، به زبان دعوت دادی. نکو، فقط به الله تسلیم شو، دین الله را فوق بدان، خلاص جمع شوی. نعمت اسلام به ما حاصل است. اسلام ما را جمع کرده. چی چیز است که ما را جدا بسازه؟ آیا در امینجا در امی فرقه های مسلمان ها یک فرقه که خود مسلمان میگه دعوا داره که من پیروی کتاب الله و سنت رسول الله نیستم؟ کدام میتونه کسی؟ کدام میتونه؟ خیر، ما خودتر جمع شدیم. چرا چی سبب تفرق ما میشه؟ اختلاف حالی میآید. او را براتون میگم. ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را علیکم بالای شما. اذ کنتم اعداء، که شما دشمن بودی، فالف بین قلوبکم، الفت انداخت بین دلایتان، فاصبحتم گردید شما به نعمت الله که اسلام و قرآن بود، اخوانا برادر شده. و کنتم علی شفا حفرة من النار. دو نتیجه اسلام و نعمت الله برش بیان میکنه. یکی در دنیا سبب الفت شد، معلوم شد که دین اسلام سبب اتحاد و اتفاق است، هیچگاه سبب افتراق نیست. این باید اتحاد به بار بیاره. این اثرات دنیویش است. اثرات اخروی، و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما بوده در کناره گودال از آتش. چرا در گودال آتش بود؟ کلش نظری غلط و شرک داشت. با مجرد مردن در کجا می رفتن؟ از امو خاطر امی نزدیکی مرگ کنایه از کناره بودن در چی هسته؟ در لبی اونمو گودال است که با مجرد مردن در جهنم می رفته. فانقذکم، نجات داد شما را منها، از اینمی آتش. ایمان الله نصیبتان کرد و از او جهنم افتادن
چی شده؟ نجات حاصل کرده. کذالک یبین الله، اینمی قسم واضح واضح بیان میکنه الله لکم برای شما آیاتی احکام خدا لعلکم تهتدون، به خاطر که شما هدایت پیدا بکنی. آیات الله برای هدایت است. آیات الله برای مرده‌داری و ثواب نیست. این قرآن آمده که ما راه هدایت پیدا بکنیم. قرآن هر کتاب الله برای هدایت است. در مورد تورات هم همین صفت آمده، در انجیل هم همین صفت آمده. بیان احکام الله سبب هدایت ما مسلمان است. و که ما هدایت حاصل نمیکنیم. چرا حاصل نمیکنیم؟ نبود ترجمه قرآن، نبود تفسیر قرآن کریم، نبود. عالم امروز دشمنای دین نمیخواد ترجمه قرآن کریم بگه شود یک جای 1000 تاپه و بگه تبلیغات در حقت کرده رو است یا نیست؟ در کدام جای که ترجمه قرآن کریم میشه؟ وقتی پشتر چسبیده میشه صبح در مسجد مرکزی کابل پس کنده میشه. دشمن حقیقی کتاب الله کیست؟ دین الله کیست؟ امروز مردم ما چرا نمیشناسه این دشمن ها را؟ ها؟ واقعیت نداره. یک کسی برای ما آمد گفت مولوی صاحب من خب پیش یک پیر صاحب میرم، چرا من چی بفهمم که حق است یا باطل؟ من گفتم فقط برش بگو که من در ترجمه قرآن میرم، که اجازه میده تو. دیگر روز آمد برای ما میگه راست گفتی مولوی صاحب. وقتی که گفتم که ترجمه قرآن میرم، ها نروی. چرا پیر صاحب؟ گفت گمراه میشی، قرآن کتاب گمراهی خو نیست. گفت تو نمیفهمی و دیگر رقم ترجمه میکنه. گفت پیر صاحب خیلی خوب که دیگر رقم ترجمه میکنه تو خو میفهمی پیر صاحب است، تو را کش کده میبرم اونجا میشانم. کمی خلاف گفت مرا، گفت که خلاف من کلی از او را میپرانم. نه ما اونجا نمیریم. خو نمیری چرا؟ نه یاد نداری تو قرآن؟ گفت بعد از او فهمیدم که راه حق کدام است. راه حق کدام است؟ راه کتاب الله است. قرآن بر ما میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر. اول اصلاح خود بود. اصلاح وقتی میشه که تقوای الله را اختیار کنیم، همه چیزایی که سبب نعوذ بالله تفرق میشه او را دور بندازیم. رنگ و جهت، سمت و لهجه و گپا را کلش به یک کتاب الله چنگ بزنیم. دوم آن حفاظت. وقتی ما امی نظام پذیرفتیم، حفاظتش توسط کی میشه؟ کشت وقتی کاریدی او بری خود حفاظت طلب داره. گنجشکار نمانی که دانایش ببره، او را حفاظت کو دزدا نبرشه. حفاظت دین توسط جماعت امر بالمعروف و نهی عن المنکر میشه. نفر میبینی که سود میخوره مانده شه، امروز یک نفر سبا 2 نفر است. نفر میبینی پودر میکشه، امروز اگر یک نفر است سبا 10 نفر جور میشه. جماعت باید باشه. ولتکن باید باشه منکم از جمع خودتان، شما مسلمانایی که همه‌تان اصلاح شده. از او خاطر پلیس باید کسی باشه که خود مکمل اصلاح باشه. اگر خودش مریض است بیگار راپوری چی را شنیده؟ بزرگترین و مفسدترین ارگان کدام ارگانی رشوت خور معرفی کرد؟ ارگان قضا، بعد از او پلیس. قرآن از امو خاطر میگه باید باشه منکم از جمع شما که تقوایتان کامل شده، مردمای مصلح که خود ساخته، امتون یک جماعت دیگم جور شوه. چی کنه جماعت؟ یدعون الی الخیر، دعوت بده به سوی خیر. خیر میشناسی؟ ابو جعفر رحمه الله میگه اتباع القرآن و سنت، تابعداری قرآن و سنت، این عبارت از کیست؟ خیر است. یک جماعت پیدا شود مردم دعوت بده به سوی کتاب الله و سنت رسول الله، کتاب الله و سنت رسول الله. کجاست مو جماعت؟ عالی جماعت ها پیدا میشه در کدام ساحه و منطقه که مسلک امام شافعی رحمه الله است، مردم دعوت به مذهب کی میده؟ امام شافعی. اگر در کدام جای مسلک حنفی است، مردم به مسلک کی؟ حنفی. به کتاب الله و سنت رسول الله دعوت وجود نداره. دعوت باید شود. خلل در جامعه دیده نشود، رخنه باید دیده نشود. همینطور ندیدیم دولت بود مکمل سگ کل کردن نعوذ بالله، در گردنش توتر انداخته بود، پاچا را میگفتی ظاهری کل است. همینطور بود یا نبود؟ جلوگیری نبود. جماعت مبلغ وجود نداشت. امروز هم اگر در مساجد علمای حق پرست موجود نباشد، دعوت نده ای جامعه را، باز میبینی که فاسد ترین جامعه میگرده یا نمیگرده. چرا؟ مبلغین
نعوذ بالله فساد خیلی زیاد است. در خانه هر کس مانده شده. مبلغین فساد هر روز تبلیغ کرده رویست. تو را دعوت این سریال فلانی است، این طور است، خلاص. دعوتگران حق نباشه، ترجمه قرآن موجود نباشه، مردم دین از کجا بفهم؟ چطور بفهم دینه؟ قرآن کریم میگه جماعت باید باشه. و یأمرون بالمعروف، دعوت به سوی خیر بده. و یأمرون، امر بکنه، بالمعروف، با معروف، و ینهون عن المنکر، و منع بکنه مردم از منکر. 3 مرحله دعوت شد. یک دعوت عام است، هر کدام ما مسئولیت داره مردم طرف دین اسلام و شریک شدن در این برنامه هدایت قوی که در این برنامه کلگی شریک شود. این وظیفه کلگی است. اگر ملاست، اگر حامی است، اگر کلگی است، کل امت پیغمبر علیه السلام به مسئولیت داره دعوت بده. دوم دعوت، مرحله دعوت علما و فقها است. کسایی که دین خوب درک کرده، اینمی جماعت جور شو یدعون الی الخیر. جماعت در جای دعوت بده. این دعوت ها برای خود انواع مختلف داره. گاهی به تعلیم و تدریس، مدرسه را آباد کو، مردم تربیت کو. در مسجد ترجمه قرآن شروع کو که مردم بشینه. اموتور یک جماعت محتسب جور شوه. در بازار بگرده، ببینه کسی کاری منکر میکنه، برش نصیحت بکنه. یک روز، 2 روز، روز 4م فقط در وزارت احتساب دولت راپورش بده که اینی آدم کاری خلاف میکنه، شراب میفروشه، کاری غلط میکنه. باز ببینه که در اینجا در نظام و جامعه خلل پیدا میشه یا نمیشه. امروز رهبری ملک کردن، پاچا و وزیر شدن آسان گپ است. یک بولک رای به شعارهای دروغ گرفته میتونی، اما چه قسمی را ادامه داده میتونی، وعده مسئولیت میتونی، گپ خیلی سخت است. این را نمیتونی. امیال فعلا کدام جماعت است؟ امر بالمعروف وجود داره. تا چند ماه را بحث در تلویزیون روان بود که امر بالمعروف ساخته شود یا نشود. آخر الامر ساخته نشد. چرا ساخته نشد؟ مشابه با نظام طالبانی میشه. و امر بالمعروف داشتن، اگر ما هم جور کنیم نظام ما و طالبان چی فرق داره؟ چرا امروز پارلمان همین پیشنهاد نمیکنه که دولت باید یک طایفه یا یک گروهی چی داشته باشه؟ امر بالمعروف و نهی عن المنکر داشته باشه. امروز جنایی ما چی میکنه؟ کسی برش رشوت میده در بازار که مردم علنا گناه میکنه، شراب میفروشه، هیچ گپی نیست. بگا اخبار براتون بیان کرد دختری رکی نعوذ بالله قتلش زنام شده، باز قتل هم شده، در یک پوسته گیر آمده چند هزار روپیه داده، حالی دیگه کسا گیر کده شه، دیگه کسا گیر کده شه. عجیب است، تعجب نیست؟ جماعت امر بالمعروف نیست و نساخته نمیتونه، نظام طالبانی باز جور میشه. پارلمان چرا پیشنهاد نمیکنه که امر بالمعروف باشه؟ خودشان است، پیشنهاد باید بکنه. کمیته برای منع مواد مخدر وجود داره، ریاست ها و دفترهاش یک ولایت هم خالی نیست. برای منع شراب وجود داره؟ برای منع پخش کردن فحاشی و عیاشی در تلویزیون ها وجود داره؟ او نه. در پارلمان هم نفرها پیدا میشه که دفاع از فحاشی و چی میکنه؟ عیاشی میکنه. میگه نه، این پابندی ها نه. مخالفت با چی میشه؟ آزادی بیان میشه. علما وظیفه داره، اگر کسی تو را مقررم نمیکنه تو وظیفه داری، همین مسئولیت خود ادا بکنی، امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنی. چرا؟ امر بالمعروف کسی میتونه که معروف بشناسه که معروف است، اینطور نشه که مردم به منکر دعوت بده. امروز به بدعت ها و شرک مردم دعوت داده میشه یا نمیشه؟ میشه. سوم مرحله است که کل عام، هم علما هم امت، او در درجه قرار داره که اونجا علنا منکر انجام داده میشه، اینجا عوام هم مکلف هستند. لا اقل راپور داده میتونه که اینجا کاری غلط میشه. در کوچه کابل چی دعوت ها داده میشه؟ مدرسه نصارا جور شده، دعوت به نصرانیت داده میشه، انجیلا در مکتبات توزیع میشه، هیچ گپی نیست، کسی هم انگشت نما نمیکنه. جنایی ما او کارا را بند نمیکنه. کی را بند میکنه؟ الا که شاگردا در مسجد حاجی میرآمد رفع الیدین که آمین بزرگ گفته ولچک کوزه اولا نمیکنه، در اوزه میبره. جناب امیر صاحبی اوزه امیر جنایی در روز قیامت به الله چه جواب میدی؟ و کدام جنایت در مسجد ولچک انداختی؟
تو اونو رو جلوگیری بکن که دختر میگرزانه باز آخر هم قتل میکنه. او رو جلوگیری بکن. تو چی؟ کدام مردی کرده شهامت داده نشان داده؟ الله از تو سوال نمیکنه. الله ای تو از پیشت سوال بکنه لحظه لحظه پیره داریت مکمل. و چشم سر میبینی دفتر جور شده، عنوان دیگه است، در داخل دیگه کارا میشه. برای تو معلوم است یک روز راپور ندیدی، غیرت نکردی سرمی دینی خود، سرمی افغانیت خودم غیرت نکردی. کدام است؟ جواب میدی یک روز. پارلمان جواب میده، وزارت جواب میده. این ریاست ها و این وزارت ها در روز قیامت یک دم مسئولیت است. نیست؟ و اولئک هم المفلحون، اینمی مردم است رستگار. کسی در کامیابی و رستگاری میرسه که خود تقوا را حاصل کنه، جماعت دیگه داشته باشه که بررسی کنه، یک جای خلل پیدا کنه او را منع بکنه، جلوگیری بکنه. اسلام برای ما طریقی زندگی را نشان داده، نظام برای ما نشان میده چه قسم یک نظامی داشته باشیم مکمل. ولا تکونوا نشوی کالذین تفرقوا، بمثل او کسانی که تفرقوا فرقه فرقه شدن، جماعت جماعت شدن، و اختلافو اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، پس از اینکه آمده بود برشان دلایل واضح برای توحید و یکتاپرستی. آنجا در دینشان مکمل امی گپ بیان شده بود، کتاب برش آمده بود، لیکن دل دل جور شدن. یهودیت میگفتن نه ما صریح حق هستیم، نصارا نیسته. نصارا میگفتن ما حق هستیم و نیستن. و قالت الیهود لیست نصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. کتاب تلاوت میکرد که هر دو دین حق است، یک دین است که اسلام است. ما باید یکی با دیگه یک جا شیم، یک مسلک اختیار بکنیم، جدا جدا نه. لیکن وا اختلاف کردن. قرآن ما را درس میده و ما را منع میکنه که شما به مثل او کسایی نشوه که فرقه فرقه شدن و اختلاف کردن. اختلاف دو قسم است، یکی اختلاف محمود، یکی اختلاف مذموم. اختلاف محمود کدام است؟ الله متعال از اختلاف ما را منع نمیکنه که لازمه طبیعت بشری است. هر انسان الله عقل داده، هوش داده، استعداد داده، در بین این عقل و استعدادات تفاوت وجود داره، افکار متنوع است. الله این را منع نمیکنه، بلکه این اختلاف سبب شگوفای اذهان مردم میشه. در یک موضوع هر کدام نظر اونمون موضوع بررسی شده دیگه هم برجسته میشه، دیگه هم دمو ثمره چیست در دادن ثمره زودرس میرسه. اختلاف الله منع نکرده و بالکل الله بشریت بین اختلاف پیدا کرده. اختلاف اجتهادی که فقها کرده در مسائلی که نصوص داره، نه در جایی که حدیث آمده اونجا امام عالم کلگی تسلیم بکیستن به نص هستن. از قرآن حدیث که نص آمده و خود اعتراف کرده که زمانی که قول ما مخالف، قانون ما مخالف کی باشه، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کجا بزنیشه؟ در دیوال بزنیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله چی اعلان میکنه؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پس مذهب امام ابو حنیفه چیست؟ اهل حدیث، سری حدیث عمل میکنه، خلاص اعلان کرده کدامشان. بله در مسائل اجتهادی اجتهاد کرده، اجتهاد در اختیار تو قرار داره. در یک موضوع اجتهاد کرده امام ابو حنیفه یک قسم، دوم دیگه قسم، سوم دیگه قسم، چهارم دیگه قسم، پنجم و دهم و بیستم پیدا میشه. نظریات از را جمع کده پیش روی خود بگذار که استنباط یا اجتهاد کی قرین قیاس است، قابل قبول است، قوی است، امور بپذیر. در یک موضوع قول امام ابو حنیفه رحمه الله راجع است، در یک موضوع دیگه قول احمد ابن حنبل، در یک موضوع دیگه قول امام مالک، در یک موضوع دیگه قول چی امام شافعی رحمت الله علیه، در یک موضوع دیگه چهار مذهب نه امامایش یک عالم دیگه قولش خیلی قوی است، بالکل قول ترجیح بده. این اختلاف بد نیست، این ممدوح است و این اختلاف سبب بدگویی نیست. روش نماز کتابش خوانده یا نه؟ شیخ البانی رحمه الله در اونجا خیلی خوب یک مقدمه را نوشته کرده، بسیار مفید است. کسی که انابت داره، تنگ نظر نیست، تعصب نداره، ضدیت نداره، امور بخونه، بالکل برش کفایت میکنه. حقیقت مذاهب هم برش واضح میشه. و آیا اگر ما نسبت قول خطا را به یک امام میکنیم این اهانت است یا عزتمندی از اوست؟ عزتمندی از اوست، الله برش یک اجر میده. اونجا
میگه که اختلاف متقدمین و اختلاف متأخرین با هم فرق داره. او اختلاف نظرات و آرا سبب جدا شدنشان نبود که یکی پشت دیگه اقتدا نکنه یا یکی با دیگه نکاح نکنه یا 4 جای نماز خوانده شود، بلکه یک نماز خوانده میشد. یک صحابی می آمد عقیده‌شی بود که خون نمازه و چی وضو را میشکنه، دیگه چی بود؟ خون وضو را نمیشکنه. امو صحابی پشت امو صحابی اقتدا میکرد که به عقیدهش خون وضو را میشکستاند و امی صحابی را دیده که خون از بدنش برآمده دوباره وضو نکرده، امی صحابی دیگه پشت صحابی اقتدا میکرد. اما امروز کتاب ما نوشته میکنه که اگر تو فهمیدی که امام در مذهب مخالف است و در مذهب توی طور یک گپ مرتکب شده که وضویش نشده، تو باید پشتش چی نکنی؟ اقتدا نکنی. خلاص اونجا صحابی پشت صحابی اقتدا میکنه. اختلاف موجب بدگویی نیست، رد نیست، مانع اقتدا نیست. امروز اختلاف تو موجب چی است؟ بدگویی است. کتاب نوشته کرده اگر کسی یک مذهب ترک کرده مذهب دیگر رفت باز چی شود؟ دره زده شود. از شما سوال دارم، حدود پیغمبر تعیین کرده میتونه؟ پیغمبر تعیین کرده میتونه؟ حدود چیزای اندازه شده است، جزاهای اندازه شده. ایره کی تعیین میکنه؟ خیر آلی اگر کتابی ما ایره تعیین کرده چطور کنیم؟ کسی که خدا نعوذ بالله با الله خدا برابر میکنه، ها؟ او را چطور کنیم؟ ما در مقابل یک گناه کدام جزا را مقرر کرده میتونیم؟ مثلا بگوییم که در دزدی دست قطع میشه، کسی که تلویزیونا فحاشی را چی میکنه؟ پخش میکنه، از دزدی کردم فساد از او خیلی زیاد است، باید دستش چی کنیم؟ بگوی قطع کنیم. درست است؟ میتونیم فیصله کرده؟ چرا نمیتونیم؟ این حدود از جانب کی تعیین میشه؟ لیکن خیر کتابی ما چرا نوشته کرده که اگر کسی یک مذهب بگذاره در مذهب دیگر رفت باز چی شود؟ دره زده شود. این را چطور کنیم؟ عجیب نیست؟ یک نفر برام زنگ میزنه او مولوی صاحب چند دره زده میشه اگر یک کسی یک مذهب پیدا کرد در مذهب دیگر رفت؟ ما گفتم در کجا هست؟ گفته کتاب گفته. کتاب گفته. کتاب ها خو خیلی زیاد است. الله رحم بکنه. یکی اختلاف محمود است. اختلاف محمود اینمی اختلاف نظرات و افکار است اما که منجر به بدگویی نمیشه. یکی اختلاف مذموم است. اختلاف مذموم که نعوذ بالله بنابر خواهشات نفسانی، منافع شخصی، نعوذ بالله و چیسته خود برتردانی به این خاطر که باشه اختلاف مذموم است. اختلاف اهل کتاب به می خاطر بود، به خاطر برتربینی بود یا نبود؟ یهود میگفتن ما بالاستیم مستحق جنت تنها ماستیم دیگرها کلش چیسته؟ بگه جهنمی است. آلی امین جمعی گپا هست یا نیست؟ راستی تان بگه از حق تیر نمیشیم. امروز همی کلگی نمیگه که تنها حنفیا به حق هستند دیگه باطل هست، همینطور نمیگن؟ تا این اندازه را که میگه عیسی علیه السلام هم که پایین شد در مذهب کیست؟ امام ابو حنیفه. این را خود چی میکنی؟ یک نفر سوال کرد که شما که خود شما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است، خیر می پیغمبر در مذهب کی بود؟ گفت دیگه در مذهب کی باشه؟ خود مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله بود. تا این اندازه را غل و افراط، زیاده روی، حد گذری گنجایش داره در دین؟ ها؟ داره در دین؟ چرا علمای ما اصلاح نمیکنه؟ با مردم واضح مسائل بیان نمیکنه؟ نمیگه که ما پیرو کتاب الله و سنت کیستیم؟ رسول الله صلی الله علیه و امام ما پیرو ابی بود، ما هم پیرو ازیستیم. چرا بیان نمیکنه؟ مردم هم میبینه، به چشم سر میبینه در کدام سرحد رسیده. وقتی یک کسی که رفع الیدین میکنه پشتش اقتدا نمیکنه، حتی در حج میره اونجا در جایی که در حرم نماز بخونه که یک لک نماز است، در اماری خود نماز علیده میخونه. ملاس به حیث معلم حج روان شده اونجا با جا میگه مردم نمازایتان پس بگردانه. چرا؟ به خاطری که اون امام مسلمان واری نماز نمیخونه. شما خود بگوید دیگه این دین است؟ همین دین است؟ این اختلاف مذموم میگه. و اینمی اختلاف یهود و نصارا همینطور بود که یکی دیگر را نفی کردن. یهود نصارا را، نصارا یهودا. موقع در دست کی آمد؟ بگوید کفار آمد، مشرکین آمد. موقع با مشرکین و کفار آمد و چی میکردن؟ و یکی دیگه خدا میگفت نه شما کلیتان اون طرف ماستیم. امروز همی اختلافات موقع را به دیگه کفار دادیم یا ندادیم؟
دادیم وا میگه نه شما بد هستی ما خوب هستیم. الله میگه اوطور نکنه. ولا تکونوا کالذین نشروا، و مثل کسانی که تفرقوا، فرقه فرقه شدن، جدا جدا، جماعت جماعت شدن، و اختلاف کردن در اصول دین به مقتضای خواهشات و به منافع شخصی خود، نه اختلاف اجتهادی. من بعد ما جاءهم البینات، پس از اینکه برشان دلیل واضح آمده بود که اختلاف نادرست است، کتاب الله وحی الله موجود است، او را پیروی کنه. طریقه پیغمبران علیهم السلام وجود داره، او را پیروی کنه. و اولئک، اینمی مردم، لهم عذاب عظیم، برایشان عذاب عظیم است. یوم تبیض وجوه، در روزی که سفید میگردد رویها، و تسود وجوه، سیاه میگردد رویها. بعضی رویها سفید میگرده به نور ایمان که رویای اهل سنت والجماعت هستند. اهل سنت والجماعت، ابن عباس رضی الله عنه میگه اهل سنت رویایشان سفید میگرده، و تسود وجوه، سیاه میگرده رویا از اهل بدعت و کسایی که فرقواریت اختیار کرده. فاما الذين اسودت وجوههم، پس هرچی کسانی هستند که سیاه شده رویهایشان، برشان گفته میشه کفرتم بعد ایمانکم، آیا شما انکار کردی پس از ایمان آوردنتان؟ فذوقوا العذاب، بچش عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب ازی که مسلسل شما انکار میکرده، دیگه از او خاطر اینی عذابتان دائمی است. و اما الذين ابيضت وجوههم، هرچی کسانی هستند که سفید هستند رویهایشان، ففی رحمت الله، یا در رحمت الله است که جنت است، هم فیها خالدون، یا در رحمت الله همیشه هستند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، یه پیغمبر علیه السلام حالات بنی اسرائیل بیان کردن به خاطر یک مقصد است. کدام مقصد است؟ اینمی آیات را نتلوها، ما تلاوت میکنیم علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام، بالحق، مطابق واقع، چیزی که در واقعیت است را براتان بیان میکنم. یک معنا بالحق، ما تلاوت میکنیم بالای تو آیات های الله را بالحق که مشتمل مکمل به حق است، چیزی که در بیان میشه حق است، واقعیت داره. و ما الله اراده نداره الله، و ما الله یرید، الله اراده نداره ظلم للعالمین، بالای مخلوقات. الله اراده ظلم نکرده که ظلم سر از جا بکنه. الله خواسته که و مورد عنایت و رحمت الله قرار بگیره، و این به یک پیروی از یک نظام یا مورد رحمت قرار میگیره. نظام اگر جدا شود چی نمیشه؟ مورد عنایت و رحمت الله قرار نمیگیره. در اینجا مسئله سفیدی روی است. مراد از این روشنی ایمان و کلمه توحید است که در قلب کسی جا گرفته، اونجا رویها را هم آثارش روشن میسازه، و یا اهل سنت هستند. اهل سنت کی را میگه؟ امی کتابه که گفتم از چیستا امام طحاوی رحمه الله، عالم شهیر و چیستا آوازدار علمای احناف هسته، که اونجا عقیده اهل سنت مکمل تشریح و بیان شده. بعد از اون عقیده را قطعی عقیده امروزی مردم مقایسه کنه که اهل سنت و الجماعت براتان واضح شوه، بعد از خود به خود معلوم میشه که اهل سنت کیسته و کی برای خود منتسب میکنه خود به اهل سنت. اهل سنت کسی که سنت پیروی از سنت میکنه، روش پیامبر لابلای کتابای حدیث جستجو میکنه و بعد از او سرش عمل میکنه، دفاع از پیش میکنه. الله از او جمله ما را بشماره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص برای الله است آن چیزی که در آسمان است و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است. همه اختیارات، اگر چیزی را قانون گذاری میکنه، اگر منع میکنه، حلال میکنه، حرام میکنه، همه مالکیت و اختیارات از کیست؟ الله. تدبیری آسمان و زمین الله میکنه، مالک آسمان و زمین الله هست، و همچنان ایجادش هم الله کرده. و الی الله ترجع الامور، خاص به سوی الله بازگردانیده میشه تمام امور. این اختلافات امروزی پیش الله پیش میشه، اونجا باز الله فیصله میکنه کی حق است و کی باطل. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم رب